امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 85 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار رو با هم دیگه کار کنیم و نوازندگیش رو یاد بگیریم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. لینک دونیت هم این پایین هست. ممنون میشم که با حمایت هاتون به من انرژی و انگیزه بیشتری بدید که ویدیوهای بهتر و با کیفیت‌تری رو تولید کنم. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیوی خوب داشته باشیم. این قطعه شماره 85 4 مضراب بیات ترک، یه قطعه 3/8 توی هر میزان معادل 3 تا نوت چنگ داریم و خب حالا برای اینکه بتونیم بشماریم و اجرا بکنیم به صورت سه تایی میشماریمش، 1 2 3 میشماریمش. میریم با هم دیگه جلو، هر جا نکته خاصی داشت با هم دیگه بررسی میکنیم. خب توی همون شروع قطعه دو میزان اول که میشه پایه قطعه ما، پایه اون قسمتی هست که چندین بار توی قطعه تکرار میشه. نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم اون 3 تا دولاچنگیه که آخر میزان داریم و بالاش 3 نوشته. اینو میخونیمش تریوله. تریوله رو قبلا داشتیم. معنی تریوله اینه که 3 تا نوت رو باید در مدت زمان 2 تا نوت بزنیم. یعنی اگر که تو حالت عادی باشه ما قراره توی هر میزان 3 تا چنگ داشته باشیم. خب نوت اول یه سی زرد میشه چنگ اولمون، نوت دوم یه سی سفید چنگ دوم. پس ما یه دونه چنگ دیگه میتونیم توی میزانمون داشته باشیم که یه دونه چنگ معادل 2 تا نوت دولا چنگه، ولی ما اینجا 3 تا نوت دولا چنگ داریم. پس باید یه خورده سریعتر اجرا بکنیم که توی مدت زمان 2 تا نوت 3 تا نوت رو اجرا بکنیم. یعنی به جای اینکه بزنیم 1 2 3 او، یعنی 2 تا بزنیم، میزنیم 1 2 3، یعنی تو 3 تا ضربه میزنیم، دم دم دگدا دم دم دگدا. توی ضربه سوم 3 تا ضربه اجرا میشه. به این حالت میگیم تریوله. تمام اون نوتایی که میبینید بالاش 3 گذاشته شده رو باید به این شکل بزنیم، یه خورده سریعتر از دولاچنگ ولی آرومتر از سه‌لاچنگ. سرعتش بین دولاچنگ و سه‌لاچنگ میشه. خیلی میریم دو میزان اول رو میزنیم. نوتامون هست سی 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 سی، فا سی 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 سی. دقت کنید که الان ما داریم 4 مضرب بیات ترک میزنیم و ویژگی که بیات ترک داره اینه که نوت سی و فا توش نوت‌های پر اهمیتی هستن. حالا اینا رو توی کتاب ردیف که بعد از این کتاب شروع میکنیم با جزئیات خیلی بیشتری توضیح میدیم، ولی فعلا در همین حد بدونیم که داریم بیات ترک میزنیم و توی آواز بیات ترک نوت‌های سی و فا نوت‌های پر اهمیتی هستند. به خاطر همین همونطور که می‌بینید توی دو میزان اول فقط نوت سی و فا آورده شده. اجراش می‌کنیم روی ساز. سی 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 فا سی 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 فا سی 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 سی. اگه بخوایم بشماریمش میشه 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. که اون تکرار دو میزانش رو هم حواسمون هست دیگه، دو میزان که زدیم دوباره تکرار می‌کنیم. بریم سراغ قسمت بعد. سی دو سی لا سی لا سول لا سول فا سول لا سی 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 فا سی 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 سی. از میزان سوم توی خط اول تا دو میزان اول خط دوم رو اجرا می‌کنیم. شمارشش اینطوری انجام میدیم: 1 2 و 3 و 1 2 و 3 و 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. این قسمت بعد دو میزان آخر خط دوم سی فا دو سی دوره دوره دو سی سی لا لا سول. باز دوباره این دایره های کوچولویی که زیر دو تا از نوتا گذاشته شده دقیقا همون حالتیه که توی قطعه بهار دلکش داشتیم. اون نوت‌های زینتی که داریم به صورت تکیه، به صورت شلال میچسبه به نوت بعد از خودش و البته باز دوباره اینجا این زینت باید یک کوچولو بیاد سمت چپ، یعنی دقیقاً باید روی سی اول و روی لای اول گذاشته بشه که بعد میشه برای سی دوم و لای دوم. من این میزان آخر رو براتون اول آروم میزنم. اول بدون زینت اگه باشه نوتامون هست دو سی سی لا لا سول، یعنی نوتمون میشه دو سی سی لا لا سول. حالا باید اون زینت‌ها رو بهش اضافه کنیم، میشه دو سی لا سی لا سول، دو سی لا سی لا سول. به این شکل میشه. با میزان قبلیش اجرا میکنیم، میشه یه بار دیگه میزنمش. میریم سراغ
دو میزان بعد، میزان اول و دوم توی خط سوم میشه سی فا سی لا سی دو سی دو سی فا سی فا سی فا. خب این جمله رو کامل میکنیم برای اینکه بهتر متوجهش بشید. از دو میزان آخر خط دوم میریم سراغ قسمت بعد. میزان سوم توی خط سوم سی فا سی فا ر فا سی فا سی فا دو فا سی فا sol لا سی دو. این سه تا میزان آخر رو با هم اجرا میکنیم. حواسمون باشه که نوت هایی که با دست راست میزنیم توی دو تا میزان اولی باید قوی تر باشه. در واقع ما میخوام بشنویم سی سی ر سی دو سی فا sol لا سی دو. پس میشه میریم سراغ خط چهارم. می ره دو سی لا سول فا سول لا سی دو ره دو 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 فا دو 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 دو. چهار تا میزان اول خط چهارم. خیلی ساده بود. قسمت بعد میزان آخر خط چهارم تا آخر خط پنجم ر دو سی لا سول فا می فا سول لا سی دو سی 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 فا سی 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 سی. اجراش میکنیم. خب برای اینکه این جمله رو بفهمید من یه بار از خط سوم میزان سوم براتون اجرا میکنم تا آخر خط پنجم. بسیار عالی. میریم سراغ خط ششم. دقت کنید که اینجا راست و چپ تغییر میکنه. توی قسمت بالا به صورت راست چپ چپ میزدیم این الگوی دوتا چنگ و تریوله رو، ولی اینجا راست چپ چپه. اینو توجه کنید. پس میزنیم نوتامون هست سی می فا 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 سی ر فا 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 سی دو فا 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 سی سی فا 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 و بعد ادامهش یه نوت میاد پایین‌تر سی ر فا 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 سی دو فا 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 سی سی فا 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 سی لا فا فا فا. پس من از اول خط ششم براتون اجرا میکنم تا دو میزان اول خط یکی مونده به آخر. دقت کنید که اون نوت‌های سفیدی که با دست راست میزنیم باید قوی‌تر اجرا شه نسبت به اون تریول فایی که میزنیم، چون ملودی روی اون دست راست میفته. یه بار دیگه بشنویمش. بسیار خوب. بریم قسمت بعد. میزان سوم توی خط یکی مونده به آخر سل فا لا فا سی فا دو فا لا فا دو فا، که در واقع ملودی ما اینه سل لا سی دو لا دو. ملودی ما اینه. حالا بینش یه فا هم اضافه میشه من دست راستم رو قوی تر میزنم، دست چپ که داره همش یه فای تکراری میخوره اینو پیانو اجرا میکنیم و بعد دوباره میریم رو پایه. این دو خط رو اجرا میکنیم. میریم قسمت بعد. چهار میزان آخر نوتامون میشه فا فا دو سی دو ره دو سی سی لا لا سل فا فا سی لا سی دو سی لا لا سل سل. اجراش میکنیم. میریم صفحه بعد.
نوتامون دیگه یه سری نوت دولاچنگه که باید بخونیم و بزنیم. نوتامون میشه فا سول لا سی دو ره دو سی دو ره می فا می ره دو سی لا سول فا سول لا سی دو فا و برمیگرده روی پایه، ولی خب یه ذره پایه‌اش متفاوته. سی سی فا 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 سی سی فا فا فا. اجراش میکنیم کل خط اولو. اگه یه ذره تندتر بشه میشه خط دوم سی دو فا 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 ره دو فا 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 سی دو سی لا لا سول و بعد این نوت میاد پایین تر لا سی فا فا دو سی فا 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 سول لا سی دو ره دو سی لا دو سی فا. کل خط رو میزنیم، کل جمله رو میزنیم. این ولت یک بود که اجرا کردیم. حالا بار دوم دوباره برمیگردیم از اول خط دوم اجرا میکنیم و وصلش میکنیم به ولت دو. یعنی از اگه بخوایم کل خط آخر رو بزنیم سول لا سی وصل میشه به ولت دو که هست فا سول لا سی دو ره دو سی لا سول لا دو سی فا سی. پس خط آخر میشه بسیار عالی. میریم این قطعه رو از اول تا آخر اجرا میکنیم که بشنوید که در کل باید شما چه صدایی از این قطعه در بیارید. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که حتما کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید. اگر لایک نکردید همین الان لایک کنید، کامنت بذارید و با حمایتاتون به من انرژی بیشتری بدید که من بتونم ویدیوهای بهتر و با کیفیت‌تری رو براتون تولید کنم. خوب و خوش باشید.